دوستان عزیز سلام، خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم تا آخر این برنامه و برنامه‌های دیگه با مردم تیوی باشید. الوعده وفا، همونجوری که در 2-3 روز گذشته بهتون قول دادم، با آقای حمیدرضا ذاکری هستیم که ایشون توضیح بدن. آقای حمیدرضا ذاکری که اینقدر معروف هست و قبلا با اون ریش پروفسوری عینک با سیبیل می اومدن و تو تلویزیون‌های مختلف، چی هست، چگونه رسیده به اون بازرس ویژه دفتر حفاظت و چرا بعداً بریده. آقای ذاکری سلام میکنم به شما، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. خودتون یه مقداری از آقای ذاکری که خودتون بهتر از همه میشناسید برای دوستان بگید کیه، کجاست، اهل کجاست و چی شد ماجرا و امروز کجا هست و تا بعد برسیم به سوالاتی که بینندگان کردن و احیانا خود من دارم. بفرمایید. با سلام خدمت شما بینندگان عزیزتون، حمیدرضا ذاکری هستم، متولد اصفهان، پدر اصفهانی و مادر اصفهانی و بزرگ شده مقداری در اصفهان و در تهران. مثل بقیه انسان‌هایی که در ایران بودن در اوایل انقلاب، خب ما با یک مقدار عقبه مذهبی جذب انقلاب شدیم و با سنین خیلی کم وارد بسیج سپاه و بعد از اون جبهه و مسائل مختلف شدیم که متعاقباً به صورت رسمی استخدام سپاه شدیم و در حفاظت اطلاعات سپاه مشغول به کار شدیم. سپس بعد از اون در سال 1363 با تشکیل وزارت اطلاعات وارد وزارت اطلاعات شدم و سال 66 به عنوان مأمور خارجی وزارت اطلاعات به خارج از کشور رفتم و در شمال آمریکا مشغول به خدمت بودم در اون لحظه تا سال 1992 که وسیله CIA و سیس کانادا، سازمان اطلاعات کانادا شناسایی شدم و داستان‌هایی بود در آن زمان که یکی از معاونین وزارت اطلاعات هم به سازمان CIA اومده بود پناهنده بشه و چون آشنایی با من داشتن، ما تمام ملاقاتامون با همدیگه با سازمان CIA بود و این ملاقات‌ها به اونجا رسید که CIA تصمیم گرفت که این کار و فعالیت اون معاونت، یعنی اون معاون آقای حسین توکلی یا به نام نادر، در ایران ادامه پیدا کنه و بر حسب همین اتفاق بنده هم به ایران رفتم چون نمیتونستم اونجا دیگه بمونم و CIA هم از من خواسته بود که برم در ایران فعالیت کنم. این شد که بنده به ایران رفتم و با روابط خوبی که داشتم با معاونین وزارت اطلاعات چون از اقوام بنده بودن، قانون طبیعت حکم کرد که یکی از ما حذف بشیم، یا من یا آقای توکلی، که طبیعت قرعش به نام ایشون افتاد و ایشون از وزارت اطلاعات حذف شد و بنده در وزارت اطلاعات ماندگار شدم و پست های کلیدی گرفتم که این نقطه ای بود که اختلاف بنده با CIA بود که CIA بنده رو مقصر میدونست در این کار، در صورتی که قضای اطلاعاتی و حکم اطلاعاتی حکم میکرد که بنده انتخاب خودم داشته باشم و ابتکار خودم رو به پیش ببرم. ببخشید همینجا، یعنی شما وقتی گرفتنتون توی کانادا از اون موقع شروع کردید با CIA همکاری کردن؟ نه خیر، ما رو نگرفتن جناب آقای سعودی، ما رو کسی بازداشت نکرد. آقای حسین توکلی در راستای برنامه هایی که داشت تصمیم گرفت با CIA صحبت بکنه و در همین زمان هم خود مسائل مختلفی بود که با CIA و سیس کانادا به عنوان ناظر در اون جلسات ما جلساتی داشتیم، اتفاق نظرهایی داشتن، درخواستهایی داشتن برای به اصطلاح تقویت ستون همکاری آقای حسین توکلی یا همون نادر. حتی درخواستهایی داشتن برای ترور بعضی از افراد که اونها از آمریکا بودن و در کانادا. حتی به صورت خیلی واضح میتونم بهتون بگم چون اینا در اسنادی که من به دادگاه آمریکا ارائه دادم وجود داره که افرادی که از CIA در اونجا حضور داشتن با یکی دو تا از این ترورها موافقت کرده بودن. و خدمت شما عرض کنم حقایق زیادی پشت پرده و این مسائل رو چون میگم به صورت کلی در اقراراتم به دادگاه آمریکا دادم. حالا اگر نیاز شد بعضی از اونها رو پرونده‌هاش رو باز میکنیم برای مردم، اگر نیاز نبود باز نمیکنیم چون بعضی از مواقع خارج از حوصله عمومی مردمه.
اینه که بعد از اون که بنده ایران برگشتم به صورت 8 سال کماکان با CIA رابطه داشتم از داخل ایران و دست بر قضا نسبت به شغلی که در انتها داشتم، یعنی 3 سال آخر من بازرس ویژه دفتر حفاظت اطلاعات رهبری بودم، یعنی دفتر آقای خامنه‌ای، و دست بر قضا مسئول یک سری از زدوبندها بودم، ملاقات‌هایی بودم که بین ایران و سران القاعده اتفاق افتاد. به همین دلیل متوجه عملیات 11 سپتامبر شدم به صورت خیلی دقیق و تصمیم گرفتم در آخرین مرحله‌ای که با آقای خاتمی بنده به سفر هند رفتم به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات به اصطلاح این سفر دیپلماتیک، از همونجا به آذربایجان سفر کردم و در سفارت آمریکا در آذربایجان یعنی در باکو خودم رو به CIA معرفی کردم و از اونجا اختلافات ما شروع شد و اونها اصلا زیر بار نمیخواستن برن به خاطر اختلافاتی که یا بغضی که نسبت به من داشتن و من گزارش رسمی کتبی رو در روز 11 سپتامبر دادم که من به اون بحث 20 شهریور اعلام کردم که روسی در شهریور میشه همون 11 یا 11 شهریور و اختلافی که با اونها پیدا کردم اینا تصمیم گرفتن که با من سر به اصطلاح سودا و سر دعوا بردارن و به نتیجه نرسیدیم. پس از اون که وسیله دولت فرانسه به فرانسه رفتن. میخوام 20 شهریور منظورتون اینه که میشه 10 سپتامبر اینها نه؟ بله. یعنی اینا در گزارش‌های کتبی که من حتی به کاخ سفید هم دارم در همون زمان قبل از 11 سپتامبر. بعضیا میکنن که القاعده که نمیدونم اصلا اونها از عربستان بودن، خود عربستان دشمن با ایران، اونا وهابیون هستن، ایران شیعه هستن. اونا رو چگونه است که این آخوندها هر جایی که منفعتشون باشه میرن با هر کسی که حتی چیزم باشه کار میکنن؟ میدونم یه گفتنی هست گفته نه به این شکل نمیتونه به بررسی کنیم این مسئله اینه که در اون لحظه اینا تصمیم گرفته بودن با رابطه‌ای که عماد فیض مغنیه رئیس عملیات حزب الله با سران القاعده داشت مثل ایمن الزواهری، اینها در اون لحظه به این فکر بودن که یک دشمن مشترکی دارن و بنابر این مصلحت با همدیگه همکاری میکردن، اما به دستور مستقیم خود خامنه‌ای این حرکت ها و این پشتیبانی صرفاً در رابطه عماد فیض مغنیه رهبر عملیات حزب الله و رهبران به اصطلاح دوم و سوم القاعده خلاصه میشد. امکانات از ایران میگرفتن. زمانی که من این حرفا رو اومدم بیرون در سال 2001 بعد از 11 سپتامبر زدم، کماکان همه میخندیدن و در دادگاه در هامبورگ من شرکت کردم. خیلی جالب بود، زمانی که من رفتم به عنوان شاهد در دادگاه هامبورگ، CIA نقشه کشیده بود به داد، یعنی یکی از ادارات پلیس در هامبورگ رفته بودن یک آدم لاابالی معتادی رو فرستاده بودن، مثل همین معتادای رسانه‌ای که الان در لس آنجلس هستن، فرستاده بودن شکایت کرده بودن، گفتن ما شنیدیم در روزنامه یکی به نام حمیدرضا زاکری اومده در دادگاه این شخص ما رو مورد ضرب و شتم قرار داده و پلیس تقاضا میکرد که بنده رو از دادگاه به عنوان شاهد که با گیریم هم من رو خودشون برده بودن به پلیس به اصطلاح به ایستگاه پلیس ببره که هویت شخصی و چهره من رو افشا کنن. یعنی این نیست که فقط سازمان اطلاعات ایران به خودزنی یا به اصطلاح به کارهای فجیع دست بزنه برای رسیدن به مقاصدش. خود CIA و سازمان‌های اطلاعاتی اینا هم بعضی موقع از این اشتباهات میکنن که اون زمان چون من تحت نظر به اصطلاح پشتیبانی دادستان آلمان بودم موفق به این کار نشدن و فعالیت من ادامه پیدا کرد تا به دادگاه آمریکا رسید که خدا سر و مرتبه شد. بعد از 10 سال که ما این صحبت رو کردیم اسنادی از خود CIA به بیرون اومد، اسنادی از دولت آلمان به بیرون اومد، اسنادی از هلند و فرانسه که این حرف ما و ادعای مستحق داشته و در دادگاه سال 2008 رسید به جمهوری اسلامی مجرم ناخته. بله